هیچ وقت فکرشو نمی کردم که ایشون معجزه کنم و من به این شکل در بیام. خدا تو را به من داد، درگاه رحمت برایم باز کرد. با دادن تو هرچی غم از درونم بود همه را از بین برد. من از بچگی مادرزادی، لب شکری داشتم، نهنجاری پک داشتم، شکاف کام داشتم. 4 سال پیش این خانم با مشکل شکاف لب و کام به ما مراجعه کردند و متاسفانه تجربه جراحی‌های ناموفق متعددی داشتند. با توجه به نقص شدیدی که در ناحیه میانی صورت، فک بالا و گونه‌ها داشتند، امکان جراحی متداول فک برای ایشون وجود نداشت. خیلی سخت بود، چون بعد زود 12 ساعت یه بار مسکن میزدیم، نمیتونستیم سر و صدا بکنیم، غذا نمیتونست بخوره. خیلی خجالتی بودم، خیلی مورد تمسخر بچه‌ها و دیگران قرار میگرفتم و اصلا این حس خوبی به من نمیداد. خیلی از پدرم تشکر میکنم که پشتم بود، دستمو گرفت، منو حمایت کرد. کسی که اول به آرزوش رسید من نبودم، پدرم بود. تا من زنده باشم دست از دوست داشتنت بر نخواهم داشت. هرچه مال و ثروت هست فدای چشمان تو میکنم. پیش دکتر رازقی نژاد رفتیم، گفت اگه میخوای تبریز عمل کنی تبریز عمل کن، راه نزدیکتره برای تو. منم گفتم دخترم واسم مهمتره، من این کارو انجام میدم. اگر اون ور دنیا هم باشه واسه دخترم هر کاریو انجام میدم. بعد گفت اگه تهران میرید پیش دکتر بهنیا برید. برای حل این مشکل از دستگاه دیو مگزیلا استفاده کردیم. من این دستگاهی که تو سرم بود 3 ماه دردش رو تحمل کردم. درسته درد خیلی خیلی سختیه اما خیلی شیرینه. خدا رو شکر در طی این 4 سال مشکلات این خانوم با یک کار تیمی حل شد. دکتر پارسا بهنیا خیلی خیلی دکتر خیلی بزرگی هستن. بهش نمیگم انسان، ایشون یک فرشته هستن. به کارهایی که به عملایی که واسه من انجام دادن، سختی هایی که با من کشیدن، به اونا هم نمیگم عمل یا سختی، به اونا میگم معجزه. حدوداً 1 سال بعد طول کشید که قشنگ حالا این زاویه ها دیده شد، فرم کانتریکتوس. اونقدر راضی بودم که دقیقاً 2 سال بعد دوباره از جراحی اولم که گذشت، دوباره با آقای بیات و تیمشون مشاوره گرفتم برای لیفت پیشونی و اصلاح پیشونی و فکر کنم ابرو هم بود یا ترکیب بود که اونم انجام دادم. فکر کنم 1 سال بوده ای بود اون انجام دادم.